سلام، من دکتر سمین هستم و امروز میخوام راجع به یکی از معضلات رایج در داروخونه ها صحبت کنم. تفاوت بین نام ژنریک و نام تجاری داروها. نام ژنریک همون نام علمی داروه، مثل پاراستامول یا استامینوفن. اما شرکت‌های داروسازی همین دارو رو با اسم‌های مختلفی تولید می‌کنن، مثل پانادول یا تایلنول. در داروخونه معمولاً از نام ژنریک استفاده می‌کنیم چون این کار باعث میشه خطاهای دارویی کمتر بشه و پزشک و داروساز راحت‌تر با هم ارتباط بگیرن. با این حال اگه شما با یه برند خاص نتیجه بهتری گرفتید، حتما به داروسازتون اطلاع بدید تا انتخاب دقیق تری براتون انجام بشه. در داروخانه آروشا هدف ما ارائه اطلاعات درست و مشاوره تخصصیه تا شما با خیال راحت و آگاهی داروی مناسبتون رو انتخاب کنید.